میتونم برات بگی قبل خواب قصه میچسبه؟ آره اونم قصه ای که تو بگی میچسبه. به مرحله بعدی بازی خوش آمدید. جان مگه اون شب قرار نشد بچه مرنجونی ها سر ساعت جان به جان بشن بخوابن؟ لالا یه خورده تا قهرمان شدن. 1 2 برعکس 10 9 8 6 5 وقت خوابه شب جان. بازی من خراب کردی. خب حالا گلاب نباتیمو میفرستم برای مربی جانم. چرا اینترنتم قطع شد؟ خوشگله بابا میدونی چیه؟ وقت خواب نتو خاموش کردم. شبت جان. اصلا هم گرسنت نیست. شبت جان. از پسر جان به بچه های مرنجان جلسه فوری جان توی ایوان تمام. ما دیگه نمیخوایم ساعت 9 بخوابیم درسته؟ بله ما دیگه نمیتونیم تحمل کنیم. منم میگم نمیتونم. بله منم نمیتونم. اگر تو بزرگتر و آچیز خواب میدونی یعنی نمیتونم. من بریم ساعت شهر رو دستکاری کنیم. اینم کشیدم عقب. هورا! الو الو. این مال تو؟ این مال تو. مردم خوابالوی مرنجان صبح بخیر. طبق اعترافات بچه‌های مردم مشخص شد که عده‌ای از بچه‌های جلب مرنجان همه ساعت‌های شهر را دستکاری کرده و باعث اختشاش در مرنجان شده‌اند. مدرسه مرنجان. دستکاری میکنید از این به بعد باید ساعت 8 بخوابید. نه خیلی باید ساعت 7 بخوابید. حالا که اینطور شد ساعت 6. اینطوری نمیشه. شمشیر آب نباتی با یه گاز علکی بزرگتره ببر به کودکی. بخور بگو. یادم میاد شبا با قصای بیبی جان میخوابیدم. یکی نبود غیر خدا هیچ. من تو بچگی به موقع میخوابیدم. شما هم نباید تا نصف شب بیدار بمونین. اینجوری که نمیشه که. آخ جان پس ما میتونیم شبا دیرتر بخوابیم. نه خیر بچه باید به اندازه بخوابه. صبر کنید بزرگتر جناب. چرا همیشه باید حرف شما باشه؟ اجازه بدیم بچه ها شبای تعطیل رو چند ساعت بیشتر بیدار بمونن. باجان جان خوابیدی؟ نه من تو شبی 120 قصه بیبی جان رو نشنوم نمیخوابم که. یکی بود یکی نبود. غیر از خدا هیچ کس نبود. زیر قومت کمه یه بیجانی بود و باجانی بود که دیگه نبود. کی منو خوابون؟ بیبی جان شروع کن دیگه.